ҷумҳурии Тоҷикистон боз 2 моҳи дигар барои гирифтани шиносномаи намуди пластикӣ Тамдид эълон кард, ки он то нимаи аввали моҳи феврали соли 2022 идома мекунад. маълумотҳои омории масъулини Хадамоти шиносномадиҳиву бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки то имруз ҳамагӣ 77% аҳолии вилоят ин намуди шиносномаро соҳиб шуданд. طبق طلبات بند 3 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 207 و 7 از 3 اپریل 2016 سال درباره ترتیب طلبات پیوسته به شبکه علاقه برقی و خدمترسانی وابسته به آن از بقایدگیری سیم‌کارت‌های شخصانی که شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان نمونه سال 2014 ندارند تا 15 فوریه سال 2022 تمدید کرده شده است. 23% اهالی ولایت سوخت را که شناسنامه‌های براریششان سالهای پیش از 2014 میباشد، ضرور است که سری وقت به شعبه‌های بقایدگیری و شناسنامدیهی رفته برای گرفتن شناسنامه نو عریضه پیشنهاد نمایند، زیرا همگی نزدیک 2 ماه دیگر باقی ماند. از این رو مسئولین خدمات پیشنهاد می‌نمایند تا ساکنان فعال باشند. از طرف مسئولین خدمات شناسنامه بقایدگیری شهر نوحه ولایت سوغد تا امروز به 882725 نفر شهروندان شناسنامه نوی برای ریشش سال 2014 سپرده شده است که این نشانات 77% عمومی اهالی ولایت سوغد را تشکیل می‌دهد. شناسنامه‌هایشان باید عوض نمایند. برای عوض نمودن شناسنامه ساکنان ولایت سوغد را ضرور است که به شعبه‌چه یا خود خدمات بقایدگیری محل جای زیست باید روند. با خود داشتن شناسنامه، رقم مشخصی انداز سپارنده، شهادتنامه عقد نکاح و یا بیکار کردن آن، رسم و رسید به مبلغ 113 سومانی ضرور می باشد. اکثر شهروندانی که تا امروز شناسنامه‌شان را عوض نکردند باید برای از بقایدگیری سیم‌کارت‌های در دستشان بوده به خدمات شناسنامه بقایدگیری شهر نوحه‌ها محل جای زیست مراجعه نمایند. از این لحاظ برای در آینده در خدمات شناسنامه بقایدگیری سر نظر نوبت‌های کلان شهروندان میتوانند سری وقت شناسنامه‌شان را رفته عوض نمایند. خدمات شناسناموی و بقایدگیری بهره سری وقت تامین نمودن ساکنان ولایت سوغد، مخصوصاً ساکنان 16 ساله، در همکاری با ریاست معارف روزهای الهیدی قبول تشکیل کرده است و به این گروه در مکتب‌ها با تنتنه شناسنامه تقدیم می‌کنند. نوبسته به این حالت، حالا تقریباً 20% اهالی این منطقه بدون شناسنامه پلاستیکی میباشند. از این روز ساکنان را ضرور است که تا سنه 15 فوریه شناسنامه خود را عوض نمایند تا به مشکلی دچار نگردند. گزارش مفنش کورانه جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.